زمینه‌ای مثل این تصویر زمینه‌ای که من اینجا گذاشتم، یا مثل این تصویر زمینه، یا این یا دارک و خفن و کلی تصویر زمینه جدید میخوای حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو رو لایک کن، کانال ما رو سابسکرایب کن و زنگولم فعال کن. بچه لینک کل کاری که انجام دادم رو داخل زیر همین ویدیو براتون گذاشتم که برید و پیدا کنید. میاید داخل تلگرام و اینجا ما یه چیزی داریم. اینو میذارم حالا واسه من اینو کپی کنم واسه ویدیو. کپی لینک. بله این مثلا عکسش اینطوری. ما داخل این کلی داریم، کلی از اینا داریم، کلی تصویر زمینه 290 تا نمیشه گفت خیلی تصویر زمینه داریم. مثلا خیلی قشنگ داریم، زشت و قشنگ و این خسته و اینا دیگه. و لطفا ویدیو رو لایک کنید و اینجا رو نگاه. مثلا کلی تصویر زمینه داریم، هر روز 6 تا تصویر زمینه میگه که اینا به دردتون میخوره و شما میتونید این تصویر زمینه رو بردارید و خیلی قشنگه. و اگر کانال اینستاشون رو میخواید، کانال اینستاشونم الان بهتون نشون میدم. یه دقیقه وایسید این اینستاشون بیاره بچه، من یه جایی هستم الان نتم ضعیفم هست. بعد میان داخل اینجاست پیج اینستاشون هم اینجاست که این حالا اینجا شما میتونید سرچ کنید و من چند دقیقه میستم شما اینو سرچ کنید. آیما خط فاصله 268 میتونید کلی از اینا از اینجا بگیرید. کلی هم بازی دارن و مرسی که ویدیو تو اینجا کردید. حتما لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. این ویدیو مثلا برای این بودش که فقط یاد بگیرید تصویر زمینه‌های قشنگ و خوشگلی درست کنید. مرسی که ویدیو تا اینجا دیدید. اگه بازم از این ویدیو میخواید حتما داخل کامنت ها رو به 5 تا کامنت برسونید. ویدیو ما رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله فعال کنید. مرسی که ویدیو تا اینجا کردید. کلی من واسه این ویدیو زحمت کشیدم. خب الان من دارم تو سرما واسه تون ویدیو ضبط میکنم. چرا؟ چون که من الان هیچ چیز خاصی ندارم، نه میکروفون دارم نه چیزی. و اگه دوست داشتید به منم حمایت کنید، پول بسن بزنید، من براتون داخل این ویدیو همین زیرش یه برزونیه میذارم برای حمایت از من که یه کوچولو از راه بریم. و اگه دونیت کنید خیلی ممنونتون میشم و خیلی ممنونتون میشم برای خریدن میکروفون. مرسی که تا اینجا کردید. تا ویدیو بعدی حتما لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله فعال کنید. مرسی که ویدیوتون رو کردید. تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.